اگزوز. گازهای داغ در عبور از مراحل مختلف توربین تمامی انرژی فشاری و مقدار زیادی از انرژی حرارتی خود را از دست می دهند. توربین‌های گازی عموماً به شکلی طراحی می‌شوند که فشار گازهای داغ در خروجی توربین و پس از آخرین پره متحرک اندکی از فشار اتمسفر کمتر است. لذا برای غلبه بر فشار محیط و خروج از طریق اگزوز، یک مجرای واگرا در خروجی توربین گاز بین توربین و اگزوز وجود دارد. در این مجرای واگرا با استفاده از سرعت سیال و تبدیل آن به فشار بر فشار محیط غلبه کرده و از این طریق گازهای خروجی که دارای دمای نسبتاً بالایی هستند از طریق اگزوز به اتمسفر اطراف فرستاده می شود.